وقتی دیدیش وقتی خش میشه حقیقتا زنی مستوره باشه زنی صالحه باشه بخدا قسم هر وقتی ببینیش خدا در جنت احساس میکنی زنک دخترش نصیحت میکرد بچه‌ام سرک نخوندگی سریخه باشه میشه نمیداره بچه‌ام حرمت احترامی خشتومان طبقه پگاه کرم خشتومان میشه ای کیلن حرمت احترام میبینی تعصب زیاد شده است ابلهی زیاد شده است همین تلفن پدنالا در دست نر مدام هست همین بعضی کار شده است که دختر گریه کرده اوچش از آن میزنه بیوه اوچش دنیا را به پا میخیزونه میسوزونه مردک ناموسکی میکنه میوین کشتل شاه میگیرن پیرخر سرش تو و با جواب دادم طلاق کردم. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bardoro marhamat mashina granisa xona sakini inshaalloh xizmat daimina barodaro xona sakini inshaalloh xizmat daimina бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را در همون گلستانش قصه میکنه که در همون زمانهایی که جهانگردی میکرد در ملک شام صلیبدارای خریستیان هجوم میکنه به ملک مسلمانان و بیت المقدس هجوم کرده بعضی کشور ملک‌ها را گرفتن خصوصا همون ساحل‌های بحر از بس که میگم من یک فرد مسلمان و یک تبعی اسلامی من سلاح گرفتم میگم همراه مسلمانان برای دفاع وطن خیستم حضرت خدا در همین جنگ اول اسیر می‌بردند ایرا همچه غلام گرفتن بردن در بازار بیت المقدس سودا دادند یا شیخ اومد شناختش شیخ سعدی حضرت میشناختن اومد سودا کرد به 10 دینار خریدش بس به 10 سکه طلا گرفت خونه‌اش آورد و عزتش کرد و گفت ای شیخ آزادی گفت مطلب برای غلامی نگرفتن برای آزاد کردن گرفتن که تو آزادی بگو در جان ما بسیار مینتی بزرگ گذاشتی چه خیلی خدمتی تو من بکنم چکار ایدستم یکی خدمت بکنم اون مرد خدا رو گفت که من همی از فرزند خدای تو از همین نعمت فرزند یک دخترک کردم است همین یک دختر چی میشه و شیخ هم یاد بگیری اما را بتمد میخوام که نواسون رنگ توری که اولی و خواری و خودی میدیم و کمال برسند ای حضرت او که مهری زن فرزای من مهر ندارم ظلم نمیرسه چه جا بگیرم همین یک خلطه تیرو رو آور و 100 دینار بود است گفت که این همین مهری دختر بوده این نمیره بگیرش خیلی زن خلیه با اومده است فوزانزاد یا با این مردک این خدمت کرده است از غلامی آزادش کرده است تو داره خدا این دیگه نمیفته به تو را حتی نگاهش هم نکردن نظر کردن هم دیگر را دیدن اگر چند سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی نگاهش هم نکرد دیگر نگاه کرد گرفتش بیچاره هم یکی دهنش میخوره و حضرت امام نصیحتش میتونه این شیخ نصیحت پند اندرزای در تمام ادبیات جهانی به خدا قسم هیچ شخص افتاد نمیشود که از 10 یک حصه نصیحت‌های همین شیخ سعدی مراد کرده این همه اقرار همه یک دهنک نصیحتش میکنه که میگه خط پیرخر تا همه نیستی که پدری من به 10 دینار خریده ترا چی و گپ چی این بچه یک بار تحمل میکنی 2 بار تحمل میکنی اون وقتی که کار در استخوان رسید مردکی با ناموس دیگه طاقت نداره که چه بینی که زن پای بر جای نیست ثبات از خیرتمندی و رای نیست گریز از کفش در دهان نهنگ که مردن به از زندگانی منند بعد همی روز به طاقت شد بله من همون بیچاره هستم که پدری تو به 10 دینار خریده که با 100 دینار در تو بی سعادت فروخته بعضا یک قصه‌ک میاره میگه شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان چنگ گرگه شبانگه کارد بر حلقش بمالید یک مردک گوسفند ایدهان دیگر میکشد گوسفند بیچاره که میندار شده است خونه میورش کار نمیگیره در مکش میزنه
شبانگاه کار بر حلقش بینالید، روان گوسپند از وی بینالید که از چنگال گرگم در ربودی چه دیدم عاقبت خود گرگ بودی. بوده اگر در بطر در باشید کشتی هم در تستر کار و خلاص میکرد. یعنی که زن وقتی که به خاطر مال و ثروت گرفته میشه پسر نمیکنه. زن وقتی به خاطر حسن جمالش میگیرن ناکام میشه. بعد در این آتش رشک و حسد یک کار میسوزن میپزن. زن اگر به خاطر وظیفه و منصب پدر باشه در دام میغلطی، در هر کار دویلت میکنه. برای همین زن برای دین و دیانت باید انتخاب کنه شد. خواهد که بعضی را خدا داد است اقبال دارن، همین چهار خصلت همش دارن. ایتانی و ایمنی و شاید یک نفر شد. برای همین مشکل است که مثلا در یک زن همین کارا باشه که هم ثروت داشته باشه و هم پدری صاحب وظیفه داشته باشه و هم حسن جمال داشته باشه و هم دین و دیانت. اما اگر مبادای همین یک تش باشه باید صاحب دیانت انتخاب کنه. صاحب دیانت که باشه زندگی گلوری بشه. صاحب دیانت که باشه حرمت احترام توجه می‌کنه. مشکل داملا گفت اذا نظرت الیها سرت کرد، وقتی دیدیش وقتت خوش میشه. حقیقتا زنی مستوره باشه، زنی صالحه باشه، بخدا قسم هر وقتی ببینیش خدا در جنت احساس میکنی. چه مستور باشد زن خوبروی، به دیدار او در بهشت است شد. برو 5 نوبت بزن بر درت، چه یاری موافق بود در برت. خداوند وقتی یاری موافق داد 5 نوبت مسجد را سر در سجده الهی بگذار و شکرگزاری این نعمت پروردگار را بکن. و ایزو امرتها اطاعت کن، وقتی زنک امر کنی اطاعت کن خرسند نمیشه. خیلی زمین حرکاتی قدری گپو برسد. زمانهای پیش خدا ورستی مردم سوادشو کمتر بودن لیکن تقواشو بلند بود. همین را ما تصدیق میکنیم، مقصد که دیدیم مجرب است که حقیقتا تقواشو بلند بود. علم نداشتن این خدر، این کتاب نبود، این خدر موعظه نبود، این مسجد نبود، اما همین مردم ترس خدا و تقوا داشتن. زنک دخترش نصیحت میکرد بچه‌ام سرک نخم این سریخه باشه همیشه نمیدارد. بچه‌ام حرمت احترامی خشتومن طبقه پدر هم خشتومن میشه، ای کیرند حرمت احترام رو میبینی. این چی برای مرسیده است امروز از برای خدا خیلی فرزنده همون کمپیرکو مستفیده همه چی در مرسیده است. به درجه تعصب زیاد شده است، ابلهی زیاد شده است. همین تلفن پدرنالا در دست نر مادر هم هست. بعدا بچه هم اولاد بیناموس نیستیم، بیناموس نیستیم که پس نزن. بعض او کار شده است از برای خدا در زندگی میشه و فرازو است بیگه کلوچه میشه. همین بعض او کار شده است که دختر گریه کرده اوچش از هم میزنه، بیوه اوچش دنیا را به پا میخیزونه میسوزونه، مردک ناموسکی میکنه، میوین کشتل شاه میگیرن پیرخر سرش دید. و با جواب دادم طلاق کردم زندگی میشه و فرازو است بیگه کلوچه میشه. همین بعض او کار شده است که دختر گریه کرده اوچش از هم میزنه، بیوه اوچش دنیا را به پا میخیزونه میسوزونه، مردک ناموسکی میکنه، میوین کشتل شاه میگیرن پیرخر سرش دید. و با جواب دادم طلاق کردم خانه نمیشود. پیرخر مردک و شکوسه تشکل انا بس سه میشود. بعد حیعتا روایت کوید میزنم، همین اون روایت های نداره که عایشه را دونه شرط بود که به همین درجه را بیاری کار رسول الله خود. و ما امت های محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. حضرت این قطع عقیده داره، قسم به الله ولی وقتایی که ما حدیث نمیخوندیم این چیزا را نمیدونستیم، از دهن اینم پدرام شنیدیم، از دهن مادرام شنیدیم. و بچه‌مش تا سرت بگی که طلاق عرش میجنبونه، همین گپ خورد کلون میگفته خدا را خوش نمیآید و عرش میجنبه. حقیقتا حضرت تاکید کرده است تزوجوا ولا تطلقوا فإن طلاق یهتز بالعرش. نکاح کنه طلاق نکنه که این طلاق عرش میجنبونه. اولم برادرای افغان بگردم شما با خدا قسم یک کسلتی مردانه دارند. همین مردکی که با طلاق زن قسم میخوره میگن این یا مردگه وای یا دیوس وای، نه خب مردک با طلاق زن قسم میخوره. همین طلاق دادن باور کنه برای اون را زفدلو وای. آنها را سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن از برای
افسوس سر افسوس که تمام جهاز آراسته میکنیم، قرضدار میکنیم، خدمت در قرض قوانا میپیچونیم. همین خیلی مونده که با همون شعبچه را یک کلیدی گوشیم میکنه، دیگر همش تیار میکنه. اما هم یاد دهنک نصیحت نمیکنیم. یا هشتا در سرت بگی بچه‌ام تو به همه دیو کینای ایلیسکی و کینای تورسکی نشه، این زندگی دیگه های. ای خونه شوهر مشکلی رو داره. هشتا در سرت بگی اخلاق و آداب داشته باش. اگر این مال دنیا را همه را داشته باشه، اخلاق و آداب را داشته باشه، هیچی. چی درد می‌رسید؟ سیره می نصیحت تو دیگه نیست. بچه‌ها را باید پدران نصیحت کنن. خود دخترها را باید که مادراشون نصیحت کنن. بسیار همه خدا باشید تو چند زمان پیش رفته است، همه قدر ادب مو کم شده است، اخلاق مو کم شده است، صبر تحمل مو کم شده است، حرمت احترام همدیگری باقی نمونده است. اخیر این کار بزیبه. این میگه طلاق از حد گذشته است. در تمام ساختارها بانگ اشتراک میزنند. ای حد گذشته است برای تو. یکی ای سبب رو علتش هم میاد. برای زنه باید که برای دین دیانتش انتخاب کردی. برای دین دیانت که انتخاب کردی، انشاءالله دیگر سرت بلند با آبرو و عزت مردک در خانه خودش رنگی پادشاه. زنی خوب و فرمانبری پارسا کند مردی درویش رو پادشاه. هیچ جوری شک شبهه نیست. من اعطاه الله امرأة صالحة فقط اعطاه خیر دنیا و الاخره. کسی را خدای تعالی زنی صالحه داده است، خیر دنیا و آخرت رو براش نصیب کرده است. انشاءالله برای ایشان این عروس همه یقین دارم که قبل از همه برای دین دیانتش انتخاب کرده است.